در دوره نقشه‌های آبادانی و سازندگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با مناسبت سالگرد نوبتی روز وحدت ملی 5500 سالگی سراسر باستان و 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سنه 20 ایون سال روان در شهر و دهاتمان شنبگی آبادانی و تازه و پاککاری برگزار گردید. گروه ایجادی تلویزیون سیما نخست از مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت شهر پنجکین دیدن نموده با رفت کارهای آبادانی، تازه‌کاری و اشتراک کارمندان و متخصصان این ساختار نظارتی در حشر عمومی شهری شناس گردید. در جریان این نواربرداری به مشاهده رسید که کارمندان و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت جهت تازه و پیراسته نمودن درآمدگاه اطراف بنا و بی‌ضررگردانی آن با محلول‌های کیمیایی جهت پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس تدبیرهای ضروری را عملی نموده همه کارگران در این شنبگی اشتراک نمودند. ضمن صحبت یکی از کارمندان مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستاندارت در شهر پنجکین اندیشه‌هایش را چنین بیان کرد. من ارکیو زرینه سرمتخصص آزمایشگاه مواد خوراکی مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستاندارت در شهر پنجکین. ما کارمندان مرکز تشخیص منطقوی با مقصد آمادگی به مناسبت روز وحدت ملی 5500 سالگی سراسر باستانی و 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در حشر عمومی شهری اشتراک نموده برای تازه و زیبا نمودن نزد بینای مرکز کارهای ضروری را انجام دادیم. کارمندان اساساً نزد بینا را تازه نموده، زیر گلها را نرم نموده، با محلول‌های کیمیایی درآمد بینا و داخل آن را بی‌ضرر گردانیدند. ما می‌خواهیم که شهرمان آباد و زیبا باشد. ما می‌خواهیم که همدیارانمان برای تازه و از همه اخلاصی‌ها امین داشتن شهرمان مخصوصاً از بیماری سرایتی کرونا ویروس سهم خود را گذارند. در شنبگی اینچنین اهل راهبریت و کارمندان تشکیلات و کارخانه‌های کاخی به نام استاد لایق شیرعلی فعالیت پرثمر داشتند. آنها از صبح بروقت برای تازه و پیراسته نمودن اطراف بنای کاخی به نام استاد لایق شیرعلی، تازه کردن اطراف گلها از علف‌های بیگانه با محلول‌های کیمیایی، بی‌ضرر گرداندن اطراف داخل بنا و دیگر تدبیرها سهم گذاشتند. ضمن صحبت کارمند مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی آگنتی سقراط اجتماعی و نفقه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین اندیشه‌هایش را پیرامون باز هم آباد و زیبا ساختن شهر باستانیمان از جمله چنین ابراز داشت. من صاحب نظر و فضالت کارگری کارخانه مرکز منطقوی شهر پنجکین امروز از سحر برای آبادانی برای تازگی گرد اطراف کاخمان تازه آبادی 18 نفر کارخانه برای تازه نمودیم گردهای علف‌های بیگانه رو از گلها چیندیم. کسلی ها هست البته برای تازگی همه وقت گروی سلامتی است. مورد ذکر است که در شنبگی کارمندان کتابخانه مرکزی و فیلیال‌های آن نیز اشتراک فعالانه داشتند. آنها جهت تازه و زیبا نمودن، نر کردن بیخ درختان و گلها و تازه نمودن اطراف بینای کاخ به نام استاد لایق شیرعلی اتاق‌های کاری و دیگر تدبیرهای آبادانی سهم خود را گذاشتند. من با کتاب جمانگو کارمند کتابخانه مرکزی شهر امروز ما همگان با کتابخانه شعبه ها و حشر عمومی برآمدیم تا شهرمان را آباد و زیبا و تازه نگاه داریم که به این سهم گذاریم برای آزادگی اطرافمون سهم خود را گذاریم برای آبادانی شهرمون کوشش و غیرت خود را ما دهچند با سهم خود را گذاشتنی هستیم. واقعا در حشر عمومی خلقی که سنه 20 ایون سال روان برگزار گردید از طرف اشتراکچیان آن نمایندگان تشکیلات و کارخانه‌های شهر پنجکین یک سلسله تدبیرهای تازه‌کاری، بی‌ضررگردانی و به ترتیب درآوردن کوچه و خیابان‌ها و میدان‌های
اساسی شهرمان انجام داده شد.